салому алайкум дӯстони гиромии забономӯзони арҷуманд, яки шуморо ба эфирнавбатии имрӯза хушомадед мегӯем ва хуб якум лайк апа Зебои Юсупова. Ташаккури зиёд апаи Зебо барои якум лайктон. Дилшод теҷе. Салому алайкум муаллим, чӣ ҳол доред? Шукри худо хубем теҷем. Зебои Юсупова якум лайк. Бале, гоҳо хато мешавад аз лиҳози яъне клавиатура. хуб, дастархони Зебо. Селам, чорум лайк, ташаккур. Зебои Юсупова, алектон бар салом. хушомадед ҳама каса ба эфири имрӯза ки унвон гирифтааст New Grammar Time 2 Lesson 14, яъне аз китоби New Grammar Time, китоби дуюм, дарси 14. Black. Салому алайкум ва алайкум салом. Hello everyone, and welcome to our channel Dunyoи Забонҳо, my friends. خب کاری تو چی که من کیوم؟ سلام علیکم و علیکم سلام. تشکر زیاد برای آمدنتون برادر عزیز. خب دوستان گرامی، در درسی گذشته کدام موضوع را گرفته بودیم؟ کیو داره کوتاه صحیفه که می رویم که کی جواب میده. درسی گذشته، موضوع درسی گذشته چی بود؟ کاری تو چی خیال کنیم که منم یاد گیرم. همین انگلیسی را کوشش میکنم نمیتونم. برادر عزیز، انگلیسی به نهایت آسانه. یگان درس قین نیست، زبون قین نیست. انگلیسی دیده زبونی روسی قینه که گراماتیکش به نهایت دشوار است. انگلیسی آسان است، فقط یک کم ترک اما حرفا، تلفظ حرفا و کلمه ها وقت میگیرد. خب اگر نوآموز باشید میتونیم با کانال ما وارد شوین و درسایی که برای نوآموزان هست، برای نویادگیران یا که چی میگن نچی نیوشی هست، همونها رو ببینین و انشالله که اساسا یاد میگیرین. اما یک کم بیش اگر بدونین، پس همین افیرها مناسبی شما هست، میتونیم که با شما دوام دهیم. خب فیو کوکی در بالای بسین پرواز داشت. کوکی در بالای بسین پرواز داشت، بله. اما موضوعی درس چی بود؟ موضوع گراماتیکی، یعنی موضوعی درس. خب شما خودتون میدونه آسان میتوانه. نه، مثلا که من با درجه عالی نمیدونم زبان انگلیسی را، فقط با او خاطر گفتم آسانه که یعنی از زبان روسی دیده ده زبان انگلیسی آسان تره. یعنی واسه مثلا شما زبان روسی را میدونید، مثلا انشالله گمان داریم که میدونید، مثلا بسیار تاجیکا میدونن. اما زبان روسی به نهایت قین است. یعنی روسا خودشون میگن که زبان روسی قین است. اما زبان انگلیسی آسان است. یعنی آسان به معنای گراماتیک، به معنای فهمیش، اما به معنای تلفظ، یعنی همون خواندن هم کلمه ها یک کم ترک وقت میگیره. شاید یک ماه 2 ماه وقت بگیره. بعد از اون روانخوان کشیدین تیز یاد میگیرین. کاری تو چی شما خوانده؟ ما بلاگر تجه هفتم لایک ما آمدم. تشکر زیاد ما بلاگر تجه برای لایکتون و آمدنتون. خواهر فریزه، معلم کوکی کتی دوست شدم. کوکی کتی دوست شدم. بهترین افیر مورد که افیر حاضره همین زبون انگلیسی. در کامپیوتر رفته است یا نه؟ وقتی یک خلال پیدا کنه ما اینجا میتونم که ببینمش. چخیلی که شما تلفناتون تماشا داره که بعضیتون یک کامپیوتر، همین کامپیوتر که نشون داده گویا که یک نفر دیگه ایرا تماشا داره گویا. خب با ساز شده. خب دسترخوان زبون نیست سازه. خب ساز باشه بهترین. خب اپای ما بلاگر تجین با دستگیری شما 503 شدیم. 503.
و اگر بعد افیر نبروی نروان خب دیگه جوب دیم. خب موضوع درسم متاسفانه هیچ که نگفت و خب ژوکова людмила салом алейкум ва алейкум салом хуш омаден афай гиромӣ. самир салом алейкум ва алейкум салом хуш омаден бародар самир. дилшод теҷе хуш омаден акай самир. ман блогер теҷе ҳоли миллион мешавем иншоалло. худо бо мост маълим иншоалло насиб. хоб як нафар гирехт ҳоли эфир тамом нашуда гирехтана 503 ина диди 502 шида пае ки ман блогер теҷе намедонам барои чӣ мегирехта бошанд. вақте ки дӯстои азиз яъне хоб инҳо барои шумо дахл надорад, яъне касоне ки масалан аз миёя чӣ мекунад обуно мешава мегирезад хубаш ки нашава яъне чӣ дар кор яъне мешавем бо меброем яъне на танҳо дамо яъне дар ягон кас нашем ва наброем нарем бо агар ба нияти баромадан бошад наброем масалан. хоб кишо додем дилшод теҷе иро хондем. хоб дилшод теҷе хуш омаден акай самир. ҳоли миллион иро хондем. салом самир зебо як нафар гирехт. дилшод теҷе хуш омаден акай людмила. али хират hello everyone hello али хират самир дилшод хуш бошӣ. ман блогер теҷе як сообщество монен самир. акай самир ай ҳазор бола я ай ҳазор бола бошанд акай самир як сообщество монен қарз доштин як сообщество. дилшод теҷе саломат бошин акай самир. али хират it is time pray okay. хай шумо равен чӣ кунен ибодат кунен ва дар ҳаққи мо ҳам дуогӯ бошен. али хират дастархони зебо ман сообщество мондам. ташаккури зиёд дастархони зебо блекси. али хират hello how are you. хоб самир апай ширин салом. ман блогер теҷе медонам мара нагин ки ма зиқ мешавам худама мехӯрам. ма ҳамин хел одамам. бахайре иншоалло омада нарафтан як чи ягон мегӯянд меоянд мераванд омаданду рафтанду боз оянду раванд. ҳамин хеле шереку ژوکова людмила раҳмат мана хоҳар гӯен ма хело хурдастам. хоб хуш омаден хоҳари азиз. зебу юсупова нагирехт оташ занг зад ҳозир меояд баъди як чанд минут. оташ зангаш бизана ай канал бояд отписаться кунам. ма блогер теҷе сози самир сообщество монен самир. хоб ма блогер теҷе гуфтестиян зебо юсупова фею будам фирма фею гуфтестам. хоб ма блогер теҷе ма бар қасди ҳамин душмано ҳазор мекунам устода. саломат бошен. ташаккури зиёд. хоб дигар аки бигем ки ютуб як кас биё як кас мерава ягон ҷои чӣ нест. очаи сумайяхон омадан. салом ва алейкум салом хуш омаден. дилшод теҷе апай зебо чӣ ҳол доред. очаи сумайяхон ҳама каса нағзен сӯзен шукри худо хубем пенҷем. зебо юсупова дастархони зебо шумо да гап не рекламара зур мекунем. бале ташаккур ба дастархони зебо ки дастгирӣ мекунанд. саломат бошанд. дилшод теҷе хуш омаден модари сумайяхон дастархони зебо. худоро шукр соат шумо чӣ ҳол дорен акай дилшод. зебо юсупова не муаллим ма ай дарса дар назар дорам. фаҳмо не ҷамо чиро дар назар доштем обуначиро яъне та нигоҳ кунен тае ки дунёи забонҳо навишта шудагия 502 як 5 дақиқа пеш 503 буд. хуб очаи сумайяхон акай дилшод
خوش باشین. دسترخوان زیبا اپاجان زیبا رحمت برای سخنهای خوب. دلشاد تجه شکر خدا ساز هستیم رحمت اپاجان. سمیر اپای شیرین سبشیست را کدم. تشکر زیاد برادر سمیر. جا اومده تلفن نشون داد که سبشیست کدن رحمت کلان منت داریم. دلشاد تجه سلامت باشین مادر سمیه خان. خب کو آدمای نو آمدگی دلشاد تجه بلکسی دنیا ورلد اگر باشند دنیا ورلد تایم از گولد. خب درسی گذشته موضوع درسی گذشته چی بود؟ موضوع درسی گذشته چی بود؟ در کدام موضوع بحث کردیم؟ در کدام موضوع گفته گذاشتیم؟ زیبا یوسفова شخصی که میروه خوش آمد خداوند امریکاش برن با پشیمون شبکه فایدهش نکنه. این اپای زیبا دعای خوب دادن، یعنی هم دعاشون هم دعای خوبه هم دعای خوبش میگیم. یعنی یک کسی که با امریکا برشه. خب همه کسی کانال مرا در خبر گیرین ویدیوی نو پارت افتادم درس های انگلیسی. زیبا یوسفova درس های انگلیسی با پشیمون شبکه فایدهش نکنه. درس های انگلیسی نوشتن. خب کو یا اون کسی جواب نداد کو؟ این درس ها رو ما برای افیر نکردیم که مینو جمع کنیم. خب او پهلوش هم هست، یعنی ما هیچ بجا نمیکنیم، یعنی هر یک مثال که بلاگر هیچ نمیتونه بجا کنه. او پهلوش هم هست، نه که یک پهلوی دیگه چیزی که ما باید زبان بآموزیم، یعنی با هم یعنی یک کمی پیش برویم. وقتی که موضوع درسی گذشته را که ندونیم پس گفتی اپای زیبا که وقتی امیر گرفتیم بعد چیکار میکنیم؟ وقتی دیروزه را نمیدونیم. خب بکجون ما فقط تماشا میکنم، نکی لایک میمونم، подписаться کردن نمیتونم برای که روسی را نمیدونم، یگون جا کار نمیکنم. فهمو خب بخیر انشالله، یعنی یگون خفه هم نیستیم زیخ هم نیستیم برای подписаться نکردن تون. خب برای زبان که اومدین زبان آموزی اومدگین تشکر زیاد، یعنی با هم میآموزیم میرویم. در صفحه 32. خب در صفحه 32 موضوع درسی گذشته چی بود؟ موضوع درسی گذشته چی بود؟ یعنی در کدام موضوع ما گفته گذاشتیم؟ یگان تصورات هست، یگان چی در ذهنتان مونده نمونده؟ دسترخوان زیبا همون سرخ اکا جقین подписаться میشوه. وای ژوکова لودمیلا اپا هست، اکا نیست. دسترخوان زیبا دلشاد تجه معلم در 32 صفحه هستیم. خب صفحهش هم میدونم در صفحه 32 هستیم، اما موضوع درس چی بود؟ درسی گذشته. دسترخوان زیبا هیچ که نمیدونه موضوع را. Look and write. No دلشاد تجه Look and write. نگاه کن بنویس. یه تمرین بود. موضوع درس چی بود؟ موضوع دنیا ورلد آمده این آموز جواب میتین. سلام علیکم با و علیکم السلام، خوش آمدین دنیا ورلد. دنیا ورلد موضوع درس گذشته چی بود؟ بوده نبوده درس گذشته؟ بلکسی look and write این نگاه کن و نویس، یعنی در هر درس در قسمت تمرین است، اما موضوع در باره موضوع رفت استگاب تیما چند تا هست چی چند تا هست؟ موضوع چند تا هست؟ یه موضوعیت هست، یعنی یک موضوع، یعنی خب همین درسی گذشته درباره چی گفتیم؟ مثلا یگون جمله بگین که ما هم کم تا خرسان شیم که یگون کسانی درس را گوش کرده است. من نبودم آخرش فهمو آخرش نبودیم برای با هاچ خش دیدم. سلامت باشید. شد در اینجا چند چیز هست موضوع. فقط هم یک تشه بگیم که یک تشه از روی کتاب یا کدستین چی؟ خب موضوع درسی گذاشته دنیا ورلد. where are بوده. there are نبود.
لکسی موضوع چند تا هست how many بله there is there are باد خب how many در دومی هم است there is there are how many bikes are there خب وقتی که نگاه کنین الکی شما در جمله گذاشتین در داخل موضوع وقتی که در آینده اگه کسی میپرسه که موضوع چی بود موضوع یعنی اینمی وقتی دمیجا میورن سر لوحه را میتونیم بگیم که موضوع there is there are بود there is there are خب تاج ویدیو سلام و علیکم سلام خوش آمدین تاج ویدیو بله there is there are امروز از صفحه 32 آغاز میکنیم there is there are یعنی دومی موضوعی دیروزه است یعنی how many یعنی چند تا خب look find and write یعنی نگاه کن بیاب و نویس خب اینجا تمرین در اینجا است اما برای جمله ها رو یافتن باید که رسم رو نگاه کنیم خب یک کمی با تمرین میگذاریم بگیم که اکران یک کمی با بالا میرویم چی گفتیم سینما سینما یعنی there are two cinemas there are two cinemas خب اینجا نگاه کنیم که دو تا سینما است در اینجا خب یک تاش در اینجا یک تاش در اینجا بله خب zoo there isn't a zoo there isn't a zoo there isn't a zoo یعنی در اونجا یکون باغ حیوانات نیست سوپرمارکت خب نگاه کنیم که چند تا سوپرمارکت هست در اینجا یک تا خب یک تا دلشو تجه درست there is one supermarket there is one supermarket خب bus station که در اینجا bus station هست یعنی ایستگاه اتوبوس bus station فکر میکنم که نیست همیخنه there isn't a bus station بله درست بلکسی there is one supermarket بله درست میگذاریم با رقم 5 پارک او در اینجا پارک هست یعنی علامت پارک این خیلی است پارک خب یک تا دو تا خب دو پارک بوده است دو پارک بوده است بلکسی there isn't a bus station دلشو تجه there are two parks بله درست بلکسی there are two parks بله درست school یعنی مکتب خب این علامت مکتب است مکتب در اینجا هست یک تا دو تا سه تا خب سه تا بوده است سه تا مکتب است there are three schools بله درست sports center یعنی مرکزی ورزشی خب در اینجا چند مرکزی ورزشی است سپورت سنتر علامتش نیست و فکرم که سپورت سنتر در اینجا نیست معذرت دوستان خب سپورت سنتر در اینجا نیست خب پس چخیل می نویسیم there are three schools ایران نوشتیم there are two parks الاخیرات بله there isn't a sports center بله درست there isn't a sports center بله درست museum خب علامت میوزیم این خیلی است میوزیم چند تا است یک تا و فکرم که یک تا است خب میوزیم رقمی 8 خیلی می نویسیم میوزیم there is بله there is one museum لکسی تشکر زیاد
library. دلشد تجه there is one museum. بله درست. زندگی زیباست. سلام به همه و علیکم سلام. خوش آمدین. زندگی زیباست. الاخیرات there is one yes library. library علامت library این خیلی است. خب library یک تا خب یک تا هست با فکرم. خب چی خیلی می نویسیم library یک تا there is one library بله درست لکسی دلشو تجه درست تشکر زیاد. خب کافه خب دوستان گرامی یک چیز را میخوام بنویسم تون از یک لحظه. خب اول این را کار کنیم کافه یعنی یک تا دو تا سه تا بوده است. کافه سه تا بوده است. چخیل می نویسیم there are three cafes بله there are three cafes بله این تمرین را کار کردیم. اکنون یک چیز را میخوام بنویسم براتون. خب از اونجا نویسیم از اینجا نویسیم. خب کافه قهوه خانه را میگن. کافه قهوه خانه. معلم اینا رفتگی پشیمون شد آوردم شون. تشکر زیاد اپای زیبا. خب کافه قهوه خانه می شود. خب یک کلمه دیگه یک لحظه دوستان. خب کافه یعنی قهوه خانه جایی که قهوه می نوشن مثلا. باز هست کلمه دو دارد که یک او دارد علی خیرت. کامران یکنین همینجا دو او دارد یک ا دارد تمام. یک او داشته است تمام. یک تا او دارد تمام. خب اکنون فرق اینها کافه قهوه خانه اما کافی اینش کافه خانه می شود اینش کافی کافی همون قهوه را یعنی کافه را میگن. همون کافه که می نوشیم یعنی قهوه که می نوشیم قهوه را کافی میگن و قهوه خانه کافه می شود. فرقی بین این دو. دلشد تجه کافی بله درست دسترخوان زیبا کافی درست دیما یوسفا بگی دیگه گرفتیم شکا حاضر درسته یک منچه میپزن میارن انشالله. کافی بله کافی درست. میگذاریم بعد تمرین دیگر. Look at the picture in exercise 4 write questions and answers. میگوید با رسمی در مشق 4 بده چکار کن نگاه کن و سوال ها همراه جواب ها رو نویسین. یعنی سوال و جواب ها رو نویسین. مثلا در اینجا museum اومده است علامت سوال این رو جمله سوالی کردن کار.
مثلا is there a museum, is there a museum, is there a museum. خب آغوز چی برو مده اینجا؟ خب جمعو در افیری کی بودیم؟ فاروق شو بودیم. افیرشون تمام شد، ویدیوی افیرشون سر شد. خب در اینجا is there a museum یعنی علامت سوال، جمله سوالی و در جواب yes there is، yes there is. با خاطر چی yes آمد؟ با خاطر اینکه در اینجا نیا کنین که کجاست کلمه میوزیم در اینجا است و در اینجا علامت میوزیم این خیلی است و در اینجا هست. بله میوزیم هست، با هم خاطر جواب yes آمد. خوب یک تشه yes میکنیم، یک تشه no میکنیم، به خاطر بالا نریم نگاه نکنیم بالا را. Their cinemas are there cinemas. در اینجا دو تا زر آمده است، یک تاش خطا است. Are there cinemas؟ آیا در اونجا سینما هست؟ No there aren't. خب a toy shop جمله سوالی نویسین و جواب یا yes نویسین یا که no، فرق ندارد، کدومش باشد میشود. Is there a toy shop? No there isn't. درست. Blacksy is there a toy shop? No there isn't. بله درست. دوامش دنیا ورلد همینجا هستین. خب دلشو تجه are there 3 schools? Yes there are. بله درست. Blacksy are there schools? there دو تا آمده است، یک تا کفایه میکنه. are there schools? Yes there are. Yes there are. خب Blacksy are there 3 schools? Yes there are. درست. رقم 5 خب در اینجا کلمه میوزیم دو بار تکرار شده است. Is there a museum? Is there a museum? Yes there is. بله. رقم 6 two parks. رقمی 6 گفتیم two parks. Is there a museum? Yes there is. بله درست. Are there two parks? Yes there are. Are there two parks? Yes there are. ماشاءالله بهترین پیشروی هست انشالله. علی خیرات همینجا هستین. علی خیرات there are 3 schools here. no درسته که دست خون زیبا schools کی نشتن در اینجا. Blacksy را نگاه کنین. Blacksy را are there بالا رفت. Are there 3 schools? Yes there are. این خیلی درست تر است. خب دلشو تجه are there 2 parks? Yes there are. Blacksy are there 2 parks? Yes there are. درست. خب رقمی 7 تاجیکشم گوین ادمین. خب بله تاجیکشم یعنی هازی is there a zoo. رقمی 7 is there a zoo. دلشو تاجیکستان no there isn't میشه که no there isn't. دلشو تاجی. خب هازی یک لحظه is there a museum؟ آیا آثارخانه هست در اونجا؟ آثارخانه یا موزه به زبان روسی. Are there 3 cinemas؟ آیا در اونجا 3 تا سینما هست. Is there a toy shop؟ آیا در اونجا مثلا فروشگاهی بازیچه ها هست. Are there 3 schools؟ آیا در اونجا 3 مکتب هست. Is there a museum؟ آیا در اونجا آثارخانه هست. Are there 2 parks؟ آیا در اونجا 2 باغ هست، 2 تا پارک هست. Is there a zoo؟ آیا در اونجا باغ حیوانات هست. و آخران 3 cafes یعنی are there 3 cafes
خب جواب no there isn't. Are there 3 cafes? Yes there are. یعنی آیا در اونجا قهوه خانه هست؟ 3 قهوه خانه هست. این بود ترجمه توجیکیش. خب در این پره یا هست یا نیست، یا هست یا نیست، همین خیلی معنی میتیم. دلشوت جی are there 3 cafes? Yes there are. Lexi are there 3 cafes? Yes there are. دستر خونزی بود. تشکر زیاد معلم جان. سلامت باشین. دستر خونی زیبا. خب این تمرین کار کردیم. ما میگذاریم بعد تمرین پایانگی. تمرین رقم 6. تمرین رقم 6 اگر مایده باشه کمتر کلانش کنیم. خب بله. تمرین رقم 6 میگه answer the questions about your town or area. خب میگوید که جواب ده درباره مرکز یا ناحیه خودت یا منطقه خودت. تاون گفته به معنای مرکز میآید، شهر میآید، ناحیه میآید، یعنی یک جای آبادی را میگن، یعنی قشلاق نبود میگیم یک جای مثل شهرک یا شهر یا ناحیه، مثل ناحیه مثلا میشود. در خمان ناحیه شاید توری بگیرد. خب سلام علیکم برادر. و علیکم سلام. کامولو IST دسترخوان زیبا سازکی. خب دلشوت جی no there isn't a zoo. بله. لکسی یکم yes there is a zoo. ژوکو لودمیلا اپای زیبا روز گفته نکی ما هیچی نفهمم با گوش کده شیتم یا چی گفته سن گفته. خب ترجمه کنم جیسه، یعنی درباره شهری خود گفته. سوال is there a zoo؟ اون کس جواب داد no there isn't. رقم 1 اون کس جواب داد شو بوده no there isn't a zoo. بله. yes there is a zoo. درست. خب اینا هر کس جواب را به موافقی همون ناحیه خودش یا شهر خودش جواب میده. is there a zoo؟ آیا در اونجا باغ حیوانات هست؟ معنیش میشود is there a library؟ آیا در اونجا کتابخانه هست؟ how many parks are there؟ چند باغ است در اونجا؟ خب رقم 3 yes there are 3 parks. اوکی، یعنی میگه در اونجا 3 باغ است، 3 پارک است. لکسی yes there are 5 parks. اوکی. رقم 4 how many cinemas are there؟ یعنی چند سینما هست در اونجا؟ در اونجا مقصد همون چی رو در نظر داره؟ همون مرکز، یعنی تاون یا اینکه اریا، همون منطقه را. is there a museum؟ آیا آثارخانه هست؟ در اونجا موزه هست. آثارخانه، موزه. ما بلوگر تجه استاد کرغان شیدکتانه چند شیرین برای همه رفت. خب کرغان بود در افیری ما حاضر باز میبینم is there a museum؟ جواب دادیم رقم 5 is there is a one cinemas. no there isn't a cinema. خب رقم 4 جواب دادیم. رقم 5 میموزی یک لحظه بینیم. نه کرغان تجه همینجا بوده چون ندیدمش من در کامنت، شاید ننوشته باشه. حاضر. خب یک لحظه. پانصد و هشت شدیم ماشاءالله. 508 که ما بلوگر تجه 508 دست خودی 508 شدین او را معلوم جو. بله 508 کامولوف IST مده هستین اصوص نمیدانم راستی. حاضر میبینیم. حاضر میبینیم برادری عزیز. نبودیم کامولوف IST نبودیم. اجازت نپرسیده شدیم. اجازت بود نبود کامولوف. خب بانر نموندین کامولوف. بانر مونین با کانالتون خوب میشه.
خب کورگان بچه شده است. تجه کورگان شده است. خب اپای ما بلوگر تجه ای کورگان کانال داره، یعنی کانال داشته باشه ما بشویمش، یعنی یا که یگان اکاونت باشه و ایمیل باشه. خب دیگر نیازی نیست فکر میکنم. حالی میرم انشالله. خب کمالов بله نوشتین، نمیدونم چی سوال کردنتون، سوال ما یادم برآمد. اپای ما بلوگر تجه اگر کانال باشه ای обуна шавед нависай, обуна мешем ина тамом. Не якта дора ҳоли мешен ба. Ҳамин буд ба фикрам курган бача. Агар ҳамин боша ина шидам. Ино нестанд? фаҳмо. Хоб хе боша. Пас мегардем. Нашеменида ё имейл бошан агар? خب بعد این موضوع بعد است. معذرت دوستان. رقم 5 را بدیم. ایزر میوزیم آیا در همون منطقه شما شهر شما مثلا چی هسته؟ آثارخانه هست. زیبای یوسف معلم دادارم نو подписаться کار گفتم подписаться نکن که امریکا روید میکن. ما بلوگر تجه نه دیگریش نه اینو ایمیل. خب ایمیل باشن نمیکنیم. подписаться دیل شد تجه. No there isn't a museum. اوکی. پنجم no there isn't a museum. افایزی با شخب دهیم. خب خدا خانده دیا ایزره میزون گفتن. ششم how many schools are there؟ یعنی چند مکتب از در همون منطقه شما؟ there are 4 schools. okay. Kamalov IST خانده Lexi. ششم yes there are 4 schools. okay. زیبا یوسفا به شوخی دیما یوسفوا دودرمای. فهمو دیما یوسفا هم بالا در چیزه نویستند. بله یا سلام داده و یا که چیزه نویستند فکرم. بله دیما یوسفوا بگی دیگه گرفتار دیمش و در دروش چیزه جوش دیسته با فکرم. خب همیشه شکر کردین دوستان. کمالوف دسترخوان زیبا نمیای یا طرفی ما هیچ. زیبا یوسفا به آداب نویسته کی بگی دیگه. نه بخیر اینشون لگون چی نیسته، یعنی نه شوخی کرده. خب رقم 7 تمرین رقم 7 میگذره. میگه read choose and write یعنی بخوان انتخاب کن و بنویس. همین کلمه ها رو، همین کلمه هایی که در جمع بینیم is schools I'm as apostrophe s یعنی their library are در این جای خالیگی پر میکنیم میمونیمشون. مثلا خب dear Sam یعنی محترم سام یا که سام عزیز. my name is Brian and I'm 10 years old. in my town there are three خب there are 3 چی باشه اینجا؟ there are 3 schools. there are 3 schools and 2 sports centers. خب there are 4 هست اینجا. بله there are 4 cinemas. there is a library. there is a library too. there is a park but there isn't a zoo. there isn't a zoo. خب هفتم چی موند؟ is there a zoo in your town?
best wishes یعنی بهترین تمنیات. brain خط کرده است یعنی write to brain about your town. use his email in exercise 7 as a model. یعنی میگه که با برین خط بکن و از همین مشق هفت یعنی استفاده بر مقصد همچون نمونه. خب در اینجا نوشته dear brain my name is فلان in my town 3 فلان فلان best wish فلان فلان. خب این بود تمرین آخرون از موضوع there is there are. در همینجا به پایان موضوع رسیدیم و در درس آینده پگاه موضوع can را خواهیم گرفت. خب دوستان صحتمند و سربلند باشین. اگر گفتنی داشته باشین مرحمت، نداشته باشین خب دیگر افیر قطع میکنیم. در اینجا خب میام نصیب انشالله زیبا یوسف بخشش دیگه ایتری نمینه بخیر انشالله. در سرخون زیبا چیزی نویسین کور کردین. کمالوف کسی دما نیسته بشن ما میشم. خب دوستی عزیز در وقت درس دیگه ننویسین خیلی بعد از درس چخیلی گفتیم اون کسی اون چی گفتنی باشه اینجا میتونیم که بنویسین اما در وقت درس خواهش میکنیم دیگر ننویسین خوب میشود. خب ماشاءالله استاد زنده باشید سلامت باشین برادر کمالوف. دلشاد تجه اپای ماما بلاگر معلم خطی کی جنگ کرد. اپای ماما بلاگر معلم خطی کی جنگ کرد. خطیش که جنگ نکردیم با فکرم خطی اون که جنگ کردیم. دلشاد تجه ما بلوگر تجه قدیم که جنگ کردیم. کمالوف معلم جون گپ نیست سلامت باشی برای یک دیگر فهمی. سبینه تجه 15 لایک چی مرا گفته استین من راستی نمیدونم موضوع چی است. سبینه تجه بلکسی رحمتی کلان که مصطفی برای درس سلامت باشین و شما نیز رحمت که اشتراک کردین. دنیا ورلد دلشاد و بلکسی 17 جوابی جای اول یعنی بهاشون 5. علی خیرت 6 جواب جای دوم بهاش 4. دسترخوان زیبا چی سبینه تجه چخیل جنگ تابه. دلشاد تجه نفهمیدم یعنی سوالتون یه بار دیگه تکرار میکردیم خطی کی جنگ کردیم در کجا جنگ کردیم چی شد. خب دلشاد تجه معلم جان رحمتی کلان من ای درس های شما به حد خوشحالم منت دارم. ای شما ما را یاردم میکنید خداوند شما را یاردم کند آمین. سلامت باشی برادر دلشاد. بخشش زیاد دوستان اینجا که بگه چه خشیدی خودتاقی ما خارج دارم بگیم. خب من جنگ نمیدانم. دلشاد و فرهاد الله از شما راضی باشد برادران سلامت باشین. دلشاد آمین الله شما راضی باشد. که محمد لکسیا که محمد سلامت باشین. تشکر زیاد به همتون. خب زنده و سربلند باشین دوستان. یگان سوال و پیشنهاد نباشه خب با اجازت افیر قطع کنیم. حالا چی گفتین؟ خب اپای ما بلوگر تجه وای کورگان گفتن که دستگیری کردن ما چی دستگیری کنیم یعنی سعی چون چی aynı زمان در افیر هستن همه باشن اگر همه باشن ما هستیم یعنی در کورگان تجه. باز یک لحظه دوستان من را یک سلام بلنیسم.
و افیرش رفتن میگیرم خیلی بخشش کدام تنها میخوام کوکو اوراق کنویس کوکو دلانگیز هستیم میشه من قبل подписать سرم نگریزه سهر قدیبو کوکو کده نشن گاب زنا ای جل دموی نو اومده ای رهی دور کلوچه گیری نینا اگنه ای بلوک دارم هیچ خیلیشگی دیگه نمیره. خب بعد از افیر می نویسیمش انشالله. خب دل شد. آمین. آمین الله شما راضی باشد. اکرم محمد سلامت باشین. بلکسی 508 подписчик شده انشالله میلیون میشه انشالله. خب مایلش دوستان افیر قطع میکنم. در امان خدا باشین. پناهتان به خدا. ای مردم بیدار پناهتان به خدا. تا دیدن دیدار پناهتان به خدا. بخشش نافهمیده نویستم اونجا چند نویستن مجان نویستن خیال کردم. دسترخوان زیبا خداوند نگهبانتان باشد. معلم جان شب خوش. سلامت باشین. تشکر زیاد. افیر قطع میکنیم دوستان. خب تا فردا خداوند نگهدارتان باشه. انشالله فردا باز در درس ترکی ساعت 8 با میخریم. خداحافظ. شب خوش به همه. خداحافظ. سبینه همه کسا خوبای شیرین. دلشود تجید. Thank you teacher. Good night. Good night. سمیر خیاکا. سلامت باشین برادر سمیر و همه شما. تشکر به همتان برای اشتراکتان.